اینه، عمل به دین نمیکنه، اباحی مشربه، کار گناه میکنه، مقید به هیچی نیست و یعنی تو همون دوره. ببینید چرا تا همین الان در واقع این مباحثات ادامه پیدا کرده، دقیقاً اون شرایط تاریخی که این معنا وارد شده، این تیپ اجتماعی جدید ظاهر شده، اینو تعریف کرده. یه تیپ اجتماعی جدید وارد شده، نه یه لفظ، یه تیپ اجتماعی جدید وارد شده که استدلالش این بوده یا حرفش این بوده که آقا جهان عوض شده، تو جهان جدید اینجوری فکر میکنن، اینجوری عمل میکنن و این مبانی وجود داره و این مقاصد وجود داره و این ابزارها وجود داره و اومده خودشو عرضه کرده، گفته من منورالفکرم. بعدا مردم دیدن منورالفکری یعنی این، و بعد منورالفکری از اون به بعد انگ شده برای کسایی که توجه به دیانت داشتن. منورالفکری یعنی کسی که این خصوصیاتو داره، اهتمام به دیانت نداره. هر دوتاش هست و هر دوتاش هم درسته، چون یکیش داوری هر دوتاش داوری اخلاقی داره توش، ولی یکیش داوری اخلاقی اساسا میگه آقا ما این تیپ اجتماعی رو نمیخوام چون نسبتی با دین ما نداره. اون کسی که خودش میگه منورالفکری هم در واقع یه داوری ارزشی داره. از نظر او جهان تجدد و نظم تجدد، ارزش‌ها و شیوه‌ها و ابزارهاش بهترین شکل. بنابراین آدمایی که اون رو بیان میکنن آدم‌های شایسته تمجید هستن. بنابراین بعضیا میگن منورالفکر منظورشون اینه که یا روشنفکر تمجید کنن و بعضیا میگن روشنفکر برای اینکه یک کسی رو در واقع بگن که دیدگاهش دیدگاه دینی نیست یا منحرفانه است. با معذرت خواهی از بچه‌ها به خاطر اینکه 2 مرتبه وقتشون رو میگیرم و همچنین به خاطر کمبود زمان خیلی سریع سعی میکنم عرضش کنم. در واقع اینجا سوال من بیشتر شبیه به یه نقد هست، به اونی که ما اینکه جریان روشنفکری رو بیایم یک تیپ اسمش رو بذاریم، در واقع به خود این نقد هست. اینکه یک همچین چیزی در واقع یک محصول یک طرز فکر نیست. ما باید این رو به صورت یک پدیده تاریخی و اجتماعی بهش نگاه کنیم. یعنی اینطور نبوده که یک تیپی زمانی یه عقیده پیدا کنن بیان مطرحش کنن به عنوان روشنفکری. در واقع این مرحله تاریخی و جایگاهی از مقام تکامل تاریخی جوامع بوده که به صورت یک نیاز از دل یک عده‌ای به اسم روشنفکر در اومده و نمیشه اون رو یک تیپ اجتماعی نامیدش. و در واقع مشکل کار ما هم همین است. اگر ما بیایم کسانی مثل هابز و یا روسو و یا این لوتری که نگفته بودید و دفعه دوم گفتید رو بیایم در واقع بگیم که اینها به خاطر یک رندی منصفانه اومدن کلامشون رو در قالب ادبیات دینی مطرح کردن، به خاطر این نبوده که در واقع اومدن یک رندی غیر منصفانه کردن. رندیشون منصفانه بوده به خاطر اینکه زمان این حرفا رو زدن که دین در جایگاه مقام قدرت بوده، نه در جایگاه خارج از قدرت. و تا زمانی که در واقع دین به مثابه نهاد قدرت حضور داره، روی کرده اون به اصطلاح روشنفکرها اینطوری میتونه موفق تر باشه که همراه با یه رندی منصفانه باشه، یعنی ادبیاتشون ادبیات متألهانه باشه. و به این سببه که این کار انتخاب کردن. اگر دین از نهاد قدرت خارج بشه، ادبیات روشنفکرانه مثل ادبیات پلسات یک نوع ادبیاتی میشه که بهش میگن الهادی. یعنی در واقع این جریان روشنفکر یک جریانی نیست که بیاد منصفانه یا غیر منصفانه یا رندانه یا آگاهانه همچین ادبیات رو به کار ببره. این اون نیاز اجتماعی که این کار رو میکنه. و در مورد جان کلام هم باید گفت که در واقع این جریان روشنفکری اگر که نهادهای دینی یا جریانهای پارادایم درون دینی میاد و اون رو دنبال حجیت میگره داخلش که ما چرا باید به حرف تو عمل بکنیم، در واقع اون هم باید در پاسخ این چنین خواهد گفت که شما با چه حجیتی برداشت و درک خودتون رو از دین و در واقع از امر دینی موقوف به اون چیزی میدونید که تصورش میکنید. ما در قرآن یا در حدیث فراوان داریم که در دنیا بگردید، نظاره کنید و در اون تعقل و تفکر بکنید، و یا اینکه یک روز تفکر کردن و اندیشه کردن معادل با چقدر عبادت کردنه. بنابراین جان مسئله که امر تفکر و تعقل هست یک چیز پارادایم خارج از دینی نیست، در مسئله دین هم میگنجه و تکامل تاریخی در واقع اون رو در قالب‌های متفاوتی عرضه میکنه. و در نهایت این که جریان روشنفکری دینی
از نظر من حداقل تموم نشده، چون که پذیرفتن تمام شدن جریان روشنفکری دینی به مثابه اندیشیدن به پایان تکامل در واقع گونه انسان هست. زمانی که این متوقف بشه، سوال کردن انسان ها، در واقع خارج شدن از نگاه تیپ گرایانه به روشنفکری و نگاه کردن اون به صورت یک پدیده اجتماعی که همواره جوامع نیاز به تکامل. تا زمانی که این تکامل وجود داره، این سوال کردن، این مطرح کردن وجود داره، زمانی با ادبیات دینی، زمانی با ادبیات غیر دینی. متشکرم. این سوال قسمت آخر سوالشون قسمت اولش برمیگشت. 3 تا مطلب ایشون داشتن. یکی سخنی در باب تفکر و عقل که در واقع ارجاع به اون بخشی از صحبت من داشت که میگفتم که روشنفکری متکی به عقلی است که معمولاً بیرون دین وای میسه. نکته دومشون در مورد حجیت در واقع سخن اهل دیانت یا علماست که اگر شما میگید که روشنفکران نه، شما به چه اعتبار سخنتو واجد حجیت میدونید؟ حتی این 2 تا قسمت آخر بود، میشه یه سوال مربوط به سوال قسمت آخرشون بود. یکی همین که در واقع این که این تیپ اجتماعی نیست بلکه ضرورت تاریخی اقتضا کرده که قسمت بحث اولشون بود، و قسمت دوم هم در واقع ضرورت‌های تاریخی رو ایشون به عنوان دلایل، حالا این چیزی که ایشون رندی منصفانه ازش یاد می‌کرد دونست، و عمدتاً این که در قدرت بودن دیانت منشأ این شده که همچی کار بکنه. من البته این تعبیر رندی منصفانه رو نگفتم، واقعا این محل بحث در مورد متفکرین اولیه تجدد که تکلیفشون با دین چجوریه. در مورد متفکرین خودمون مطلب این مقدار روشن‌تره، چون یه تجربه تاریخی قبلا وجود داشته و در بعضی از موارد خیلی مصرح طرف‌ها معلومه که معتقد نیستن و از باب الزام و ضرورت، مثل مالکوم خان خودش گفته که آقا من به انگلیس‌ها توصیه کرده و خودش اظهار کرده که آقا این تو این کشور نمیشه از غیر دین رفت. باید بهشون گفت آقا این همون اصلا این غربی‌ها این چیزای شما رو برداشتن که اینا در واقع از این مسیر بتونیم بکشیمشون به حرفای خودمون. یعنی هر موقع یه چیزی می‌خوایم بگیم از غرب، بگیم آقا همون غرب اصلا قبل از ما رفتن به اینجا رسیدن، و یا اصلا پیشی گرفتن. قبلا رسول مذهب می‌خوام پیشی گرفتن، قبلا رسول الله دیانت ما گفته بوده، ما عمل نکردیم، اون عمل کردن. اینو مالکوم خان میگه، ولی دیگران شاید نشه در موردشون اینجوری دید قضیه رو. بعضیشون که خیلی صریح بودن مثل آخوندزاده اینا که اصلا جنبه دینی نداشته کارشون، بعضیا مثل مرحوم شریعتی من واقعا نمیتونم بگم که غیر معتقد بوده به لحاظ شخصی و اینا، حتی رندی منصفانه کرده. البته در بعضی تعبیرات روشنفکر مرحوم شریعتی هست این مقوله، یعنی این نوع حرف که ایشون یه جایی میگه که جای مختلفی میگه به این روشنفکرها میگه بابا من میگم که تو اگه میخوای روشنفکر باشی تو این جامعه باید دینی باشی. الان مصلحت اقتضا میکنه، هرچند که حالا حقیقت قضیه این نیست، یعنی دین درست نیست، ولی به روشنفکرها توصیه‌اش اینه که آقا مصلحت اقتضا میکنه تو جامعه اینجوری باشه. ولی در مورد روشنفکری یعنی متفکرین و تجدد من نمیدونم واقعا رندی کردن نکردن، چون این موضوع بحثه که چقدر اینا صادق بودن. مثلا ماکیاولی به شکل پیچیده‌ای در مورد دین اظهار نظر کرده، هابز همینطور، لاک همینطور. البته اونام گرفتار همین مقوله‌ای که ایشون میگه، یعنی یعنی اینا راحت حرفاشون رو نمیزنن دیگه، در به در بودن، فراری بودن، دنبالشون بودن بگیرنشون. در اینچه من حالا نمیدونم رندی منصفانه است غیر منصفانه است اینا، اما اینکه نیازهای تاریخی این رو اینجوری کرده، بله، یعنی من که اینو نفی نکردم، گفتم شرایط تاریخی اصلا اقتضای این هر که جریان اجتماعی بخواد بیاد یه جریان جدیدی ایجاد کنه باید روی سنت قبلی خودش بیسته و اگه نیسته شکست میخوره. و دلیل شکست خوردن منورالفکرهای اولیه هم این بوده و حالا هر جای دیگه هم اگر نتونستن این کار رو بکنن، دلیلش اینه که رو سنت قبلی خودشون نتونستن بیستن و از اونجا وارد فضای جدید جهان جدید بشن. ولی حالا این درسته یا غلطه به مقاصد و اهداف برمیگرده. این ضرورته، این جنبه ابزاری داره. این هر کسی بخواد کاری بکنه اینجوری باید عمل بکنه. اونم کردن، ما داوری نکردیم در موردشون از این حیث
که چرا این کاری کردن. حالا اگر تزویر کرده باشن مثلا ممکنه بگیم بعد شاید هم مجبورم بودن تزویر کنن، چون بالاخره ممکنه اینجوری اعتقاد داشته باشیم به عنوان یه آدم متجدد به اینا اینقدر جاهل بودن، اینقدر به دینش تعصب داشتن، هیچ کاریشون نمیشه کرد، نمیشد بکنی، بنابراین مجبور بودیم این کارو بکنی. اما تو ایران که در واقع دیانت در قدرت نبوده، که تو ایران دیانت قدرت سیاسی اجتماعی نداشته، سیاسی نداشته و تمام این 50 سال قدرت بر علیه دیانت بوده. بنابراین تو اینجا خیلی این موضوعیت نداره. اما در ارتباط اون قسمت اول من نفهمیدم یعنی چی این پدیده تیپ اجتماعی بودن یا نبودن چه ربطی با تاریخی غیر تاریخی بودنش داره؟ واقعا دو تا با هم مرتبطه. احساس من اینه که نتونستم این موضوع رو خوب منتقل کنم که شما به این به عنوان یه لفظ نگاه نکنید، به عنوان یه تیپ اجتماعی نگاه کنید، یه سنخ اجتماعی نگاه کنید به این روشنفکری. و البته اگر اینجوری نگاه کنید می‌بینید که بله شرایط تاریخی اقتضا کرده این تیپ تاریخی، این تیپ اجتماعی در بیاد. و البته نه اینکه این شرایط تاریخی هر جای الزاما باید محقق باشه، این قسمت آخر سوالشون، یعنی تکامل اجتماعی. بله مسیحیت مشکل داشته، از مسیحیت باید گذر می‌کردن اون بر اساس منطق عقلانی ما یا منطق دینی ما، ولی مفهومش نبود این نیستش که کمال یا تکامل جوامع مسیحی در گذر از مسیحیت به بیدینی باید ختم می‌شد یا تیپی به اسم روشنفکر، نه میتونست به دیانت اسلام ختم بشه. در مورد جامعه خودمون اون قسمت آخر قضیه، یعنی این دو تا سوالو خیلی جوابش مشخص کنم، این دو تا تیپ اجتماعی بودن و محصول تاریخ بودن با هم تعارض نداره، اتفاقا کاملا با هم سازگاره. یعنی هر جامعه‌ای که این شرایط تاریخی متجددانه نگیره توش روشنفکر رو شکل التقاطیش روشنفکر دینی ظاهر نمیشه و هر جامعه‌ای که تحت تاثیر این شرایط تاریخی قرار بگیره این تیپ اجتماعی توش ظاهر میشه. تیپ اجتماعی که قرار جای علما رو بگیره حالا تو جامعه ما نتونسته به دلیل اینکه جامعه تو اون مسیر تاریخی که جوامع غربی رفتن نرفته. به این معنا این جابجایی خودش فی نفسه هیچ ارزشی درش نیست. مثل که بگیم مثلا ما که از بیرون نگاه کنیم، یعنی ما از بیرون نگاه میکنیم میگیم سحره و مثلا شمن و کاهن و اینا مثلا در قیاس با پیامبر اینا شخصیت‌های تیپ‌های اجتماعی که کارهای روشنفکری کار فکری میکنن هدایت میکنن جامعه تیپ‌های نازلی هستن چون مبنای حقیقی ندارن، اینا بعدن اینا خوبن. ولی به لحاظ اجتماعی وقتی اینا رو با هم بسنجیم هر دو یه کاری میکنن، هر دو یه رفتار و یه کارکرداری یا نقش دارن توی سیستم‌های اجتماعی مختلف. نمیتونیم بگیم این خوبه این بده، فقط باید بریم از بالا نگاه کنیم. حالا این قسمت اول که مربوط به سوال این که این تیپ اجتماعی است و اینا دو با هم چیز نیست. قسمت آخرش که مربوط به این بودش که در واقع میگفتن تکامل و حالا این مسئله این که شما از کجا میگی که ما حرف شما رو بپذیریم. بس اینه. اتفاقا بعضی از مثالایی هم که ایشون زدن همینه. ببینید تفاوت یه عالم دینی با من و شما یا مثلا آقای مرحوم بازرگان که میگه که الحکمت و ضالت المؤمن، یعنی حکمت گمراه کننده مؤمنه، همینه. عربی بلد نیست یا عربی بلده یه قسمتش رو میخونه یه قسمت دیگر نمیخونه. تفسیر قرآن این که مضمون این آیاتی که شما خوندید چه معنایی داره و چه تکلیفی رو بر ما بار میکنه، این کار شاقیه. ما باید بخونیم و احتجاج هم کنیم، ولی وقتی شما این احتجاجتو میبری پیش یک کسی که تسلط بر کل متن قرآن داره و دقایق خوندن این متن رو بلده، این به شما میگه که اینجا مثلا این آیات دیگه هم هست، شما لاشو گفتی الاشو نگفتی. بحث ما با روشنفکرها این هستش که اینجوریه. حالا مواردی مثل الحکمت و ضالت المؤمن که آقای بازرگان توی کتاباش میگه خیلی از اون اشتباهی خیلی فاحشه. اشتباه غیر فاحش هم هست که بر ما ممکنه کشف نشه ولی میتونه کشف بشه. ببینید بحث اینه که اگر بخواید از قرآن و حدیث استنباطی بکنید که بگید این حرف خداست و من میتونم بهش اتکا کنم که خدا این رفتار و این عمل از من خواسته، شما باید دلیل داشته باشید برای این استنباطتون. فقها
علما که از صدای اول به هدایت ائمه شروع کردن این کار رو، تا الان این منطق رو فراهم کردن. یعنی یه علمی به اسم علم اصول و یه علمی به اسم علم فقه و علوم دیگه که میشه، یعنی اگه ما بگیم که بهش آقا چرا این حرف رو زدی، میگه به این دلیل به این دلیل، دلایل و ادله و شیوه های این استنباطاتش هم عرضه میکنه به ما و ما میتونیم اقناع بشیم. و در مورد روشنفکر نگاه میکنیم میبینیم که آقا ایشون میگه مثلا دیانت همه جا با علم روز همراهه. ما نگاه میکنیم میگیم بالا همراهه، حالا فرض کنیم قبول کردیم این حرف درست، ولی کدوم قسمت دین با کدوم قسمت علم جور میشه؟ با این خب 100 تا علم داریم دیگه، کجای دین رو دست بذاریم، کجای فقه یا تفسیر رو عوض کنیم که این تناسب ایجاد بشه؟ ما که از بیرون نمیتونیم انجام بدیم، بگیم حالا چون این قسمت اول اینجا جو حذف کنم. نه، این چه منطقی داری؟ دلیل نداری. چرا این قسمت دین رو حذف کنم؟ چون اون یکی میگه نه اینجا این علم مهمتره. توی تاریخ روشنفکری 3 تا دوره داریم. دوره اول علوم طبیعی خیلی مهمه، مظهرش آقای بازرگانه. دوره دوم علوم اجتماعی خیلی مهمه، مظهرش مرحوم شریعتی و جلال احمد. دوره سوم علوم معرفت شناسی و فلسفه خیلی مهمن که الان مظاهرش رو میبینیم. هر دوره‌ای به اصطلاح یکی از این علوم یا یکی از این علمای مربوطه شما بگید اینجاشو کم کنیم اونجاشو زیاد کنیم، این که خب نشد که. ما میگیم باشه این حرف این دو تا با همی، ولی اگر قرار شد درون علم و دین رو تغییر بدیم باید بریم توی دین با روش و ابزارهای دین کار کنیم. هر جا اقتضای این تغییر بود خودش تغییر میکنه. منطق دین به ما میگه 2 تا 4 تا میشه یا 8 تا. منطق ریاضی به ما میگه شما از بیرون نمیتونی به ریاضی بگی که آقا باید حتما عوض بشی. به این دلیل میگیم که فقها حجیت داره سخنشون برای اهل دین و غیر فقها حجیت نداره. خیلی ممنون از آقای دکتر کچویان و همچنین صبر و حوصله دوستان. آقای دکتر زرشناس هم قرار بود تشریف بیارن ولی خب چون دیگه برنامه خیلی طولانی شد ما گفتیم که اگر بشه فردا ان شاءالله در دانشگاه شریف خدمتشون باشیم و جزو مهمانای اونجا باشن. تقصیر ما نبوده، شما نه خواهش می‌کنم. من حواسم نبود، ساعت نداشتم. نه تقصیر از شما نیست. ما خودمون اینجور برنامه رو چیدمانش رو عوض کردیم که اینجوری بشه. ممنونم، تشکر می‌کنم از همه دوستان و امیدوار هستم که ان شاءالله این برنامه‌ها با خلاص استقبال بیشتری از دوستان ان شاءالله در ادامه برنامه‌های بعدی ان شاءالله روبرو بشه و ختم برنامه رو اعلام می‌کنیم. بیرون هم از دوستان پذیرایی مختصری به عمل خواهد آمد. متشکرم.